برتر اندیشه بر نگذرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان عزیز، امروز میخواستم در باره همون چند موضوعی که یک جا صحبت کرده بودیم، چند موضوعی که تا حال از علم تجوید گذشتیم، یک جایه انشاءالله تمرینی همون موضوع ها را داشته باشیم. از سوره های قصار، یعنی از سوره های کوتاه یک جایه میخونیم، قرائت میکنیم و این سه موضوع اساسی که ما با هم گذشته بودیم همینا را انشاءالله پیدا میکنیم. کوشش میکنیم که وقتی قرائت کردن همون قاعده ها را یابیم و طرز تلفظ کردنشون رو، خب طرز درست و صحیح تلفظ کردنشون رو انشاءالله مشق کنیم، یعنی تمرین کنیم. یکم یادتون باشد اگر موضوع استعلا و استفاله را گذشته بودیم. بعد از وی موضوع لفظ الله بود، یعنی تفخیم و ترقیق خواندن لفظ الله. بعد از وی موضوع احکام حرف را. همین سه موضوعی بود که اینا در هر یک موضوع در علاهیدگی بسیار وسیع است. یعنی موضوع استعلا و استفاله تقریبا 3-4 درس شد، موضوع لفظ الله 2-3 درس شد و موضوع احکام حرف را که لفظ و باریک خواندن حرف را، اینش هم در نوبت خود به چند درس تقسیم کردیم و گذشتگی بودیم. اگر کدومتون که تا حاضر یادتون نباشد قاعده هاشون، میتونید که یک بار دیگر به درس قفا روید و خوب مراجعت کنید، بینید که چگونه قاعده داشتن و چه خیلی خونده میشن. اکنون همین قاعده های گفتگی همون رو در سوره های فاتحه، یعنی سوره الحمدلله، سوره ناس، سوره فلق و سوره اخلاص کوشش میکنیم که در همین 4 سوره با همین قاعده های گذشته را پیدا کنیم و استفاده بریم. اول یک بار قرائت میکنم از اول تا آخر، دویم بار وقتی قرائت کردن همون قاعده ها را من گفتم میگذارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظیم. خب اعوذ بالله گفتنده ما از قاعده های گذشتگیمون فقط لام لفظ الله یادتون باشد اگر لام لفظ الله باریک خوانده شد، دیدید ترقیق یعنی تنک، به خاطر که پیش از لام لفظ الله حرکتی کسره زیر آمد، بنابراین ما بالله گفتیم، بالله نگفتیم. من الشیطان گفتنده حرف تا چی آمد؟ حرف استعلا است. من الشیطان الرجیم، رجیم گفتنده می حرف را حرفی چی است؟ رای تفخیم، یعنی غفص خوانده میشید، به خاطر که گفتیم اگر حرف را زبر یا که پیش داشته باشد حرف را غوص خوانده میشید، یعنی اینجا غوص خوانده شد. رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با این جمعی باز لام لفظ الله یعنی خب تنک خوانده می شود، به خاطر که پیش از کلمه لام لفظ الله حرکتی کسره است. الرحمن ده حرف را غوص خوانده شد، به خاطر که حرکتی فتحه دارد. رحمانی گفتنده میم تنک خوانده شد، استفاله یادتون باشد اگر حرفای استفاله رحمانی گفتیم، رحمانی گفته نمیتونیم. و رحیم، رحیم گفتنده حرف را فتحه دارد، یعنی زبر دارد، به هم خاطر رحیم نمیگیم بلکه رحیم گفته غوص تلفظ میکنیم. الحمد لله رب العالمین. خب لله عینا همون قاعده گفتگیمون لام لفظ الله ترقیق یعنی تنک شده است. خب رب گفتنده حرف را رای تفخیم یعنی غوص خوانده میشد به خاطر زبر داشتنش. عالمین گفتنده حرف عین چی دارد؟ خب فتحه کی دارد، زبر کی دارد، ما عالمین گفتیم، عالمین نمیگیم. الرحمن الرحیم عینا حرف را غوص شده است،
رحمانی گفتگی ده میم تنک شده است استفاله و رحیم گفتندم با را حرف را چی شده است یعنی غوص خونده شد به خاطر زبر داشتنش. مالک یوم الدین میم استفاله شده است. کدام حرفایی که به حرف سبز اشاره شدگی هستند یا حرف استفاله است یا لام لفظ الله تنک خوانده شدگی است و یا اینکه حرف رای ترقیق یعنی تنک خوانده شدگی است. من سرخ با حرف سرخ حرفایی که غوص تلفظ شدگی هستند اونها را اشاره کردم و با حرف سبز حرفایی که تنک خوانده میشوند خواه وای استفاله باشد خواه لام لفظ الله ترقیق باشد و یا اینکه رای ترقیق من همه اونها را به حرف سبز اشاره کردم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. در اینجا در هر دو کلمه ایاک حرف یای ما چی است استفاله شده است. خب اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط گفتنده حرف صاد حرف استعلا است اما به خاطر که کسره دارد ما زیاد معلومش نمیکنیم یعنی این کنی تنک خوندنش هم نیست که به هر حال تنک خونده شود سین می شود اهدینا الصراط سین می شود اینو برای این ما سرخ کردیم حرف ساده استعلا است. حرف را غوص خونده می شود به خاطر که زبر دارد سرا میگیم سرا گفتن نمیتونیم صراط دیدید حرف طا هم استعلا شدگی است صراط المستقیم. من اینجا حرف قاف آمده است حرف قاف حرف استعلا بود اما حرف قاف از جمله حرفای استعلایی بود که وقتی که حرکت کسره بیاید این تنک خونده میشید یعنی حرف خا از حرفای استعلا حرف خا حرف غین و حرف قاف من این سه حرف خب خص بغطین قض خب ها من حرف خا حرف غین و حرف قاف این سه حرف حرفایی هستن که اگر علامت کسره گیرن یعنی زیر گیرن ما اینا تنک میخونیم حق نداریم بگیم که اهدینا الصراط المستقیم گفتن حق نداریم قیم نمیگیم بلکه مستقیم چون که اینا صفت اطباق ندارن حرفایی که صفت اطباق داشته باشن در حالت کسره گرفتنشون هم غوص خوانده میشوند و مانندی خب صاد ضاد تا ظا این چهار حرف استعلا صفت اطباق دارن. صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين خب حرف صاد استعلا شده است حرف را غوص خونده شد حرف تا می چی حرف استعلا است. انعمت عليهم من میگه علیهم اینا انشاءالله موضوع دیگر در میگذاریم. اینجا لین گفتنی قاعده گذاشتگی هست به خاطر حرف یا را باید کمی ملایم تر کرده خونیم علیهم نگیم علیهم نه بلکه یک حرکت بر این کمی با کشیدن مانند می شود علیهم این خیلی علیهم نمیگیم علیهم انشاءالله این موضوع را با میگذاریم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب غیریل ده چی است حرف غین حرف استعلا است انکرون ری حرف را ترقیق شدگی است یعنی تنک شدگی است به خاطر که کسره دارد زیر دارد ما نمیتونیم بگیم غیریل نمیگیم بلکه غیریل. خب مغ گفتن ده حرف غین استعلا است مغ نمیگیم مغ دهان پره می شود مغضوبی حرف ضاد حرف استعلا است و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفتن ده حرف ضادی ما حرف استعلا است و هم خاطر ولا ضا گفتیم ولا ضا گفتن حق نداریم. خب دیگر سوره ناس. بسم الله الرحمن الرحیم این قاعده‌اش در سوره الحمد گفتیم در اولین آیه را. قل اعوذ برب الناس. قل گفتن ده حرف قاف استعلا است
خب اعوذ این یگان قاعده نگذاشتیم از این جهالی. بربی گفتن ده حرف را استعلا است، بخشش حرف را تفخیم شدگی هست، یعنی غوث خونده میشد. بربی میگیم، بربی نمیگیم. بربی الناس. ناس گفتن ده حرف نون استفاله است، به هم خاطر ناس میگیم. ناس گفتن حق نداریم. ملک الناس. خب اینجا می خب حرف نون استفاله شده است. اله الناس، اینجا هم نون استفاله شده است. اله گفتن ده همی لام استفاله شده است، حرف استفاله. من شر خب من این حرف رایی که در کلمه شری هست، خوب دقت دید که بسیاری نفرمون چیکار میکنیم؟ شری میگیم، شری غوث میخونیم، این خطا است. من شر الوسواس الخناس، حرف را ترقیق یعنی تنک شدگی است. وسواسل گفتن ده و چی شده است؟ تنک شدگی است. وسواسل میگیم، وسواسل نمیگیم. خناس، من اینجا نگاه کنید، حرف خا استعلا است. خناس نمیگیم که خناس. خناس نه، دهن خالی نمیبیاید، بلکه دهان پره کردن تلفظ میکنیم. بعد حرف خا حرف نون استفاله آمده است. الذي يوسوس في صدور الناس. صدور گفتن ده حرف صاد استعلا، حرف را کسره که دارد رای ترقیق یعنی باریک خونده میشد. صدور رای نمیگیم، صدورین میگیم. ناس گفتن ده نون استفاله شده است. من الجنة والناس، نون همی باز دیجا استفاله شده است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. خب قاف حرف استعلا شدگی است. ربی گفتن در را غوث شدگی است به خاطر زبر داشتنش. فلق گفتن در حرف قاف چیز شدگی است؟ حرف استعلا است، ما قلقله شدگی است و اینشا نگذاشتیم ولی انشاءالله میگذاریم بعد. فلق دیدید؟ فلق نمیگیم، تنک نیست بلکه غوث. خب من شری گفتن در باز همون قاعده ای که مقصد حرف را اگر زیر بگیرد تنک میشود. شری نمیگیم. یک نکته دیگر را دقت کنیم که در حرف را وقتی که حرف را ما تلفظ میکنیم کوشش کنیم که تکریر زیادی بد نشود. اگر چی حرف را صفتی تکریر دارد، یعنی وقت تلفظ کردن دو حرف را تلفظ میشود، تشدید داشته باشد، اما به هر حال چیکار کنیم؟ بسیاری بد نشود، شری نشود. نگاه کنید، شری 5-6 تا حرف ری دیگه نبراید پیش از گفتن. شری این خیلی نادرست است. شری یعنی دو حرف را می شود. به هر حال حد اقل کوشش میکنیم که تازه تلفظ شود. شری بخشش تنک باید تلفظ کنیم. من شر ما خلق، دو حرف را می به او شکل نه که علاهیده باشد. من شری این خیلی نمی شود. باز شر ما خلق همین خیلی تلفظ می شود که زبان همون یک ری اول در محکم می شود، دیمجده الکی خب سر می تیم زبانه. ما گفتنده استفاله شدگی است. حرف خالق گفتنده حرف خا استعلا است، حرف قاف آخری مورم استعلا است. و من شر غاسق اذا وقب، در اینجا همین حرف را ترقیق شده است، یعنی تنک شدگی است به خاطر زیر داشتنش. غاسقین گفتنده حرف غین استعلا است. خب خص ضغط قض، حرف استعلا یادتون باشد، خص ضغط قض حرف غین استعلا بود. غاسقین گفتند حرف قاف حرف استعلا است، اما به خاطر گفتیم قاف از جمله همون حرف های استعلایی هست که مانند حرف خا و مانند حرف غین اگر حرکت کسره یعنی زیر گیرد، خواه یک زیر باشد خواه دو زیر باشد یعنی تنوین گیرد، ما این حرف غوث خواندن حق نداریم. نمیتونیم که غا بگیم
غاسقین نمیگیم، غاسقین خطا است. غاسقین قین اینا برای که صفت اطباق ندارن. اذا وقب، اذا گفتن ده حرف ذال استفال است، وقاب گفتن استعلا. خب و من شر حرف را تنک شدگی است. نفاثاتی حرف فا چی است؟ استفال است. ثاتی رم استفال است. فی العقد، فی العقد حرف خب قاف استعلا شدگی است. کلمه عقد یکی از کلمه هایی است که مهارت قاری را معلوم میکند. یعنی بعضی نفرها تلفظ کردنش مشکل تر است، اینه هر کس تلفظ کردن نمیتوند. بنابراین یعنی اگر کمی تجربه نداشته باشید، مشق نکرده باشید، یا بسیاری ها وقتی تلفظ کردن عقد میگن، خب یا یگون شکلی مقصد حرفا را تغییر میتینده. به هر حال عقد نشود. عین و قاف به خاطری که بعد عین قاف تلفظ کردن مشکل است، به هم خاطر یک کمی مهارت طلب میکند. فی العقد. خب از اون نفرایی که خونده مثلا یگون فرزندش تعلیم میتید، همین کلمه را اهمیت تید که در وقتی تلفظ کردنشون خب اکثریت خطا میکند، یعنی در اول. ومن شر حاسد اذا حسد. شر گفتن در را ترقیق شدگی است. حاسدین حرف ح چی است؟ استفاله است. بعضا حرف ح را خیال میکنن استعلا است، به خاطر که با خا چیز میکنن، یا که حرف جیم می. به هر حال از این سه حرف جیم ح خا اینا فقط حرف خاش استعلا است، این حرف باقی مونده استفاله است. اذا گفتن دمی استفاله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل گفتن ده حرف قاف استعلا، هو الله گفتن ده لام لفظ الله خب چیزی است؟ غوث شدگی است، به خاطری که پیش از کلمه الله حرکت فتحه زبر آمدگی است. هو الله میگیم، قل هو الله میگیم. اگر پیش از لام لفظ الله زیر میشید له میگفتیم، مانند بسم الله. الله الصمد، الله الصمد گفتن ده به خاطری که ما لام لفظ الله پیش از خودش ا میتیم، من این حرکت الف وصلیه را ا میتیم، به همون خاطر الله را می غوث خوانده میشود. اگر اهمیت داده باشید وقتی بعضی قاری ها میخونن همینجا را وصل میکنن، قل هو الله احد الله الصمد میگن. موافق خب علمی گراماتیک زبان عربی یعنی علم نحو، اینجا وقتی که دو ساکن با هم روبرو میشود ما حرکتی کسره میتیم، ساکنی مقابل شه. بنابراین وقتی ما قل هو الله احد الله الصمد میگذاریم، الله الصمد که میگیم حرف لام لفظ الله تنک میشود. صمد گفتن ده حرف صاد استعلا شده است. خب این سوره اخلاص ده همین قدر موضوع را گذشتگی بینیم. ان شاء الله باقی مانده دیگر موضوعش بعد میگذاریم. شما کوشش کنید که وقتی میخونید هر یک سوره را میخونید، هر یک آیه را میخونید، همین خیل به اصطلاح ترکیب کرده بتونید، یعنی بدونید که کدام قاعده ها را گذشتید. ان شاء الله ما باز در درس های دیگر اینا کوشش میکنیم زیادتر رویم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.